اعلی حضرت همایون شاهنشاه و اولیا حضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران به تالار فرهنگ تشریف فرما می شوند و در جشن انتشار 100مین کتاب بنگاه ترجمه و نشر کتاب شرکت می فرمایند. آقای دکتر احسان یار شاطر هدف بنگاه ترجمه و نشر کتاب و حاصل کار آن را به استحضار اعلی حضرتین می رساند. شاهنشاه و شهبانو از نمایشگاه کتاب دیدن می فرمایند. در این مراسم اعلی حضرتین کلیه نویسندگان و مترجمین و همچنین هنرمندانی را که برنامه اجرا کرده‌اند به حضور می‌پذیرند. شاهنشاه مراتب عنایت و توجه خود را نسبت به زحمات کلیه مؤلفین، نویسندگان و مترجمین اعلام می‌فرمایند.